دوست داری فیلمی ببینی که به وحشت بندازتت، فیلمی که حتی تا چند روز بعد دیدنش بازم صحنه‌های وحشتناکش تو مغزت مدام پخش بشه و نذاره حتی یه لحظه هم بخوای تنها باشی و اونقدر ترسناک باشه که حتی فکر این که تو شب ببینیش به مغزت خطور نکنه؟ اگه دنبال همچین فیلمی هستی بهت تبریک میگم، جای درستی اومدی. به کانال تایگر اسکیلز خوش اومدی. من عباسم و تو این ویدیو 10 تا فیلم بهت معرفی میکنم که به هیچ وجه نباید تو شب تماشاشون کنی. ولی قبل معرفی فیلم ها یادت نره دکمه لایک رو بزنی، کانال سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا همیشه بهترین فیلم های دنیا تو دسترست باشه و دیگه نگران پیدا کردن یه فیلم خوب نباشی. خب بریم سراغ اصل مطلب. فیلم شماره 10 سینیستر. فیلم سینیستر یا شوم یه فیلم ترسناک و هیجان انگیز محصول سال 2013 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره فردی به اسم آلیسونه که یه نویسنده جرم و جنایته. اون برای نوشتن داستان جدیدش به خونه‌ای که داخلش یه جنایت واقعی اتفاق افتاده نقل مکان میکنه و اونجا یه جعبه فیلم پیدا میکنه که برای کمک به تحقیقاتش شروع به نگاه کردن فیلم‌ها میکنه. داخل این فیلم‌ها قتل خانواده‌های مختلف به روش‌های وحشتناکی ضبط شده. آلیسون سعی میکنه درباره موجود مرموز و عجیبی که داخل فیلم‌ها این قتل‌ها رو انجام داده تحقیق کنه و همین کار باعث میشه خودش و خانواده‌اش درگیر ماجراهای وحشتناکی بشن. فیلم شماره 9 دویچ. فیلم دویچ یا جادوگر یه فیلم ترسناک و فراتبیعی محصول سال 2015 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره یه خانواده است که به خاطر باورهای مذهبیشون از روستای آرومی که داخلش زندگی میکردن تبعید میشن و حالا مجبورن توی مزرعه به تنهایی زندگی کنن. اما با دزدیده شدن پسر کوچیک خانواده همه چیز به هم میریزه و اتفاقاتی که در ادامه برای این خانواده رخ میده باعث میشه وحشت سر تا سر وجودشون رو فرا بگیره و به سرنوشت شومی دچار بشن. فیلم شماره 8 It Follows. فیلم It Follows یا او تعقیب میکند یه فیلم ترسناک و درام محصول سال 2014 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره یه دختر نوجوان به اسم جیه که بعد از کنجکاوی‌های هیجان انگیزی که انجام میده حضور یه موجود عجیب و شیطانی رو اطرافش حس میکنه. جی خیلی زود متوجه میشه که این موجود ترسناک قصد داره بهش آسیب بزنه و حالا باید هر کاری که به فکرش میرسه انجام بده تا از دست این موجود خبیث فرار کنه. اما این کار به همین راحتی نیست و در ادامه اتفاقات عجیب و وحشتناکی براش رخ میده. فیلم شماره 7 ویجی Origin of Evil. فیلم ویجی خاستگاه شیطان یه فیلم ترسناک هیجان انگیز محصول سال 2016 کشور آمریکاست. فیلم تو سال 1965 و داخل لس آنجلس اتفاق میفته و داستان مادر بیوه‌ای رو روایت میکنه که همراه 2 دخترش زندگی میکنه و برای ارتقای کسب و کارش تصمیم میگیره به یه خونه جدید نقل مکان کنه. اما بعد از وارد شدن به خونه جدیدشون دختر جوونش توسط یه روح شیطانی مرموز مورد آزار و اذیت قرار میگیره، طوری که همه اعضای خانواده ترس غیر قابل تحملی رو تجربه میکنن و سعی میکنن هر طور که شده از اونجا فرار کنن. فیلم شماره 6 کرمسن پیک. فیلم کرمسن پیک یا قلعه‌ای به رنگ خون یه فیلم ترسناک فانتزی محصول سال 2015 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره یه تاجر ثروتمنده که تنها دخترش رو به زور وادار به ازدواج با یه نویسنده جوان میکنه و این دختر برای زندگی به قصر مرموزی توی شمال انگلستان فرستاده میشه. اون بعد از وارد شدن به خونه جدیدش متوجه میشه اتفاقات عجیب و ترسناکی داخل خونه در حال رخ دادنه که به هیچ وجه قابل توضیح دادن نیست. همین موضوع باعث میشه تمام تلاششو بکنه که یه راهی برای نجات پیدا کنه. فیلم شماره 5 اینسیدیوس. فیلم اینسیدیوس یا توطئه آمیز یه فیلم ترسناک فراتبیعی محصول سال 2010 کشور آمریکاست.
داستان فیلم درباره یه خانواده شاده که تصمیم میگیرن به یه خونه جدید نقل مکان کنن. بعد از وارد شدن به خونه جدیدشون برای پسر کوچیک خانواده اتفاقات عجیبی رخ میده که باعث میشه به کما بره. خیلی زود اعضای خانواده میفهمن که داخل خونهشون تنها نیستن و یه موجود شیطانی عجیب و ترسناک در کنارشون زندگی میکنه و همین موضوع باعث میشه اتفاقات وحشتناکی برشون رخ بده. فیلم شماره 4 The Babadook. فیلم The Babadook یه فیلم ترسناک و هیجان انگیز محصول سال 2014 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره یه مادره که به تازگی شوهر خودش رو از دست داده و با پسرش به تنهایی زندگی میکنه. اون یه شب از یه کتاب داستان مرموز یه داستان درباره موجودی به اسم بابادوک رو برای پسرش میخونه. همین کار باعث میشه پسرش فکر کنه داستان کتاب واقعیه و شبها خوابش نبره. برای همین مادرش شبها تا زمانی که پسر خوابش ببره کنارش بیدار میمونه. اما خیلی زود متوجه حضور یه موجود شیطانی میشه که هر جا میره دنبالش میاد و باعث میشه اتفاقات وحشتناکی برای این خانواده رخ بده. فیلم شماره 3 ایت. فیلم ایت یا آن یه فیلم ترسناک هیجان انگیز محصول سال 2017 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره 7 بچه است که بعد از دزدیده شدن مرموز برادر کوچکتر یکیشون سعی میکنن بفهمن چه اتفاقی براش افتاده و زمانی که شروع به تحقیق در این باره میکنن با یه دلقک شیطانی وحشتناک روبرو میشن که باعث میشه ترس تمام وجودشون رو فرا بگیره. این دلقک ترسناک هر جا که بچه‌ها برن دنبالشون میره و باعث میشه اتفاقات عجیب، غیر قابل باور و وحشتناکی براشون رخ بده. فیلم شماره 2 The Conjuring. فیلم The Conjuring یا احضار یه فیلم ترسناک هیجان انگیز محصول سال 2013 کشور آمریکاست. داستان فیلم درباره یه خانواده با 5 دختره که توی سال 1971 به یه خونه بزرگ و قدیمی اسباب کشی میکنن. بعد از وارد شدن به خونه، سگ خانواده از یه چیزی داخل خونه میترسه و واردش نمیشه. بعد این ماجرا خیلی زود این خانواده متوجه میشن خونه توسط یه قدرت ناشناخته تسخیر شده و مادر خانواده از 2 متخصص مسائل ناشناخته خواهش میکنه تا از خونه اونا بازدید کنن. اونا متوجه میشن این خونه توسط یه موجود وحشتناک اهریمنی تسخیر شده و باید برای نجات این خانواده هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. خب قبل از اینکه بریم سراغ فیلم شماره 1 بریم چند تا فیلم ترسناک با کیفیت هم ببینیم که اگه دوست داشته باشی میتونید دانلودشون کنی. و در نهایت فیلم شماره 1 هریتری. فیلم هریتری یا موریثی یه فیلم ترسناک معمایی محصول سال 2018 کشور آمریکاست. داستان فیلم زمانی شروع میشه که بزرگ خاندان گراهام فوت میکنه و دخترش آنی احساس میکنه که هنوز اون بین خانواده‌اش حضور داره و به طرز عجیبی با نوه‌اش یعنی چارلی ارتباط برقرار کرده. همین موضوع باعث میشه اتفاقات عجیب و ترسناکی براشون رخ بده. زمانی که اونا متوجه میشن یه نیروی شیطانی به شدت زندگیشون رو تهدید میکنه، آنی میفهمه برای نجات خانوادهش مجبور رازهای تاریک خانوادهش رو کشف کنه و تمام تلاشش رو بکنه از سرنوشت شومی که بهش ارث رسیده فرار کنه. خب اینا لیست ترسناک ترین فیلم هایی که نباید در شب دید. هر نظری در مورد لیست فیلم ها داری داخل کامنت ها برام بنویس و بگو کدوم فیلم از لیست رو میخوای دانلود کنی یا اسم فیلمی که قبلا دیدی و فکر میکنی لیاقت بودن تو این لیست رو داره کامنت بذار تا بقیه دانلودش کنن و ازش لذت ببرن.
و یادت نره دکمه لایک رو بزنی و اگه هنوز عضو کانال نشدی مطمئن شو دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنی تا از بهترین فیلم ها و بازی هایی که هر روز معرفی میکنم بیخبر نمونی. ممنون که با هم تو این ویدیو همراه بودی. به زودی با یه ویدیوی جدید میبینمت. راستی یادت نره زندگی کوتاهه، پس ازش لذت ببر.